سلام. امروز یه جمله یادم اومد، میخواستم با یکی مخالفت کنم. باز من گیردم به این موها. میخواستم با یکی مخالفت کنم، میخوام این حرفتو نمیتونم بپذیرم، با کمال احترام این حرفتو قبول ندارم، باور نمیکنم یه همچین چیزی رو که درست باشه درست نباشه. نه؟ Bei allem Respekt, das kann ich ihn nicht abkaufen. Abkaufen اینجا یعنی das glaube ich nicht میخوای بگی، نه؟ Also das kann ich dir nicht glauben. Also این چیزی که میگی رو زیاد من نمیتونم ازت بخرم. منظور این که بخرم اون معنای حقیقیشه، از این übertragenen Sinne به معنای مجازیش، یعنی این که نمیپذیرم این رو ازت. نه؟ Bei allem Respekt, das kann ich ihn nicht abkaufen. نمیتونم ازت